خوش آمدی آقای احمدزاده. ماشاءالله چقدر بزرگ شدی. بله میفرمودین شعری برای من بخون در قالب مثنوی غزل. وای شعری براش گفتم. تو را از گل نه از گل آفریدند. تو را از گل نه از گل آفریدند، ز عطر یاس و سنبل آفریدند. او مای گاد. نمیدانم تو را داره ازت خوشم. نمیدانم تو را با این همه حسن چرا اینقدر منگل آفریدند. خواهدم توجه کنید، این علامت مخصوص ژامبون مرغ. احترام بذار علی مواظب. دهنو ببین. تموم شد. نه تو خوبی آقا، اصلا من توفت آبشار. تو بشین جلو. والا فکر کرده. ببین به خاطر ایشون من هیچی بهت نمیگم. بله چیکارش کنم خودت بگو. ولش کنم. ببین تو رو خدا زده دیگه. گفت از حادثه‌ای لبریزم، من پر از فریادم. گفتم این حال تو را میدانم. گفت از حادثه‌ای لبریزم، من پر از فریادم، در درونم غوغاست. گفتم این حال تو را میدانم. شاید اسهالی. دستشویی اینجاست. تو گفتی اینو بزنه. ببینید همه آتیشا از گوره. من اصلا علی مواساد اینجا. شبا همش عزیزان ببین، شبا همش نه روزا همش. شبا مالالا کردیم آقا پلیس. نه آخه ببین. اون مرحومه مغفوره رو در نظر بگیر با این. واقعا آخه چیش به هم. هستی از نیمروخ. محمود جان من نمیخوام زیاد وقتتو بگیرم به خاطر اینکه آقای احمدزاده دیرش شده، چایشو نیمه کاره گذاشته اون پشت. عرضم به حضور با سعادتتون که خیلی خیلی خوشحال هستم. خب بیا برو دیگه بسه. کجا برم؟ دقت کردید جوک میگه تا خودش نخنده شما نمیخندی؟ اصلا عجیبه کارا این مرد. گرگ رفت در خونی شنگول و منگول در زد. گفت در رو بس کنید من مادرتونم. خرسه اومد بیرون گفت پدر سگ اینا 10 سال رفتن از اینجا. شما رو به خاطر میسپارم. شبیه عالی براتون آرزو میکنم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار. خانم آقایان، حسن ریبندی.